سلام دوستای گلم، مامک هستم. چند روز دیر اومدم تا با خبر خوب بیام پیشتون. همونطور که بهتون قول داده بودم، اون هفته های سخت گذشته. 11 دسامبر 2025 و دقیقا امروز مرکوری از عقرب خارج شده و وارد نشانه کماندار شده. این اتفاق خیلی خوبه. 4 هفته خیلی سخت و پشت سر گذاشتیم. همونطور که بهتون گفتم احساساتمون، درونمون، لایه‌های پیچاپیچ عمیق درونمون خیلی درگیر بودن. خیلی حس می‌کردیم سردرگمیم. خیلی کارا جلوش گرفته شده بود، پیش نمیرفت. حتی احساس می‌کردیم رسیدیم به بنبست. دیگه نمیشه، دیگه تموم شد. درا بسته است، ورودی نداره برای من. اما 4 هفته رو اگه همونطوری که تو گفته‌های قبلی براتون گفتم و 100% شما هم شروع کردید نوشتن، فکر کردید، دیدید، با دید باز گذروندینش و فکر نکردین تموم شده، خب آگاه شده بودین. خیلی فرق میکردین با اون کسی که فکر میکردین رسیدین به درهایی که بنبست هستن، باز نمیشن و شما هیچ کاری نمیتونین بکنین. نه، شما اون کلیدا رو داشتین دستتون. کلیدا همون دیدنتون، دید بازتون بود، استفاده از موقعیتاتون بود، استفاده از اون دوران کند بود که بشینین بنویسین و حتما این کارو کردید. اگر هم شما که الان داری حرف منو گوش میدی جزء کسایی هستی که اولین بار صدای منو میشنوی، به نفعته، برگرد برو اون صحبتهای قبلی منو گوش کن، پادکست‌های قبلی رو گوش کن. ببین اگر که شروع نکردی تو اون زمان، که البته الان دیر شده که بخوای ببینی چی میخواد پیش بیاد، باید به ذهنت رجوع کنی، ببینی چیا گذشت و بهش دقت نکردی. ممکنه مثل کسایی که ازش استفاده کردن خب سود نبری، ولی دیرم نشده. حداقل میدونی که الان اشتباه نکنی. الان تو این شرایطی که هستیم، با توجه به این که الان دقیقاً زمانی که مرکوری داره به این سو میره که شما رو آگاه کرده و میدونید چه چیزایی وجود داره و شما الان باید با چشم باز، اگر هم میخوای حقیقت ها رو بگید، انجام شده انجام در حقیقت قدم بردارید، نه اینکه توی این احساسات قرار بگیرید. چون الان انرژی ها به این صورتی که خیلی هیجانیه، خیلی احساساتمون میاد بالا و میخوایم خیلی سریع انجام بدیم، چون یه حس خوشحالی و خوشبینی کاذبی هم داریم. اوکی، پس من این کار رو انجام میدم. ولی نه، اونایی که برنامه ریزی کردن که دقیقا میدونن باید چی کار کنن، چون کاملا با آرامش سعی کردن این 4 هفته رو ازش استفاده کنن، خودشون رو ناامید نکنن، درون درگیری هاشون فرو نرن و فکر کنن دیگه نمیتونن کاری کنن، بلکه با دید باز نگاه کردن که دارن کاری انجام میدن که توی این زمان که دقیقا همین الانه، همین امروز واردش شدیم و چند هفته داریم در پیش، که این فضایی که عوض شده رو خیلی ازش استفاده کنیم. در حقیقت ورود مرکوری به کماندار ذهنامون رو بازتر کرده، باز میکنه، حتی بیشتر میبینیم، نگاهامون رو به افق بزرگتر میکنه و دنبال معنی و حقیقت میگردیم. این خاصیت مرکوری در برج کمانداره و اینجا دقیقا همون زمانیه که حرفایی که میخوایم بزنیم، ایده هایی که داریم، اون چیزهایی که نوشتیم و برامون از چیزایی که یاد گرفتیم و ایده گرفتیم و الان این سفر ذهنی و حساب شروع کردیم، الان چشماندازایی که پیدا کردیم و چشماندازای جدیدی که بهش داریم و داریم به سوش پیش میریم و میبینیم راه ها باز شد، سبک شد. گرفتگی های هفته‌ای که گذشت، 4 هفته خیلی گرفته داشتیم، انقدر سنگین بود که حتی بیشتر از اونی که مامک بهمون گفته بود سنگین تر بود. پس چرا انقدر ناامیدمون نکرد؟ نه، چون ما داشتیم میدیدیم، مینوشتیم، دقت میکردیم، چیزایی که برامون رو میشد و ازش با دقت برای به نفع خودمون استفاده میکردیم. فکر نمیکردیم برای چی این رابطه به هم خورد، برای چی برای من دستش رو شد، برای چی اون من فهمیدم، چرا اون چیزی که قایم شده بود اومد بیرون، من نمیخواستم. همه اینا رو شماها با چشمای باز نگاه کردید. بازم میگم اگر گوش ندادید، برگردید برید گوش بدید.
درسته که دیگه اون زمان رو مثل کسایی که استفاده کردن ازشون ندارید. چرا؟ چون تو اون زمان شما داشتین میدیدید که داره پیش میاد و به قول معروف بهتون گفته بودم بنویسید و مینوشید. الان اگر میرید گوش میدید و میخواین ببینید چی کار میکنید، ببینید چه چیزایی تو این 4 هفته‌ای که گذشت بهش دقت نکردید، ازش درس نگرفتید، با همونا وارد این مرحله جدید شدید، ولی حداقل اینه که الان نمیذارید با اون هیجانی که دارید اشتباه کنین، اشتباه صحبت کنین و یه چیزی از چشمتون بیفته به خاطر هیجان بالا، به خاطر اون خوشبینیایی که الان هست، یه جزئیاتی رو ندیدین نگیرید و بهش دقت کنید تا بتونید آینده‌ای که جلوی پاتون باز شده رو اشتباه توش قدم نذارید. در مجموع این تغییر یعنی خروج از یه فضای سنگین احساسی، ورود به یه دوره روشن، فکرای بازتر، گفتگوهای صادقانه تر و ذهنی که رو به آینده است. اگه هفته قبل احساس میکنید که گیر افتادید، دیگه الان داره همه چی باز میشه. همه چی کند هست ولی داره باز میشه و کم کم سرعتش رو احساس میکنین. از حالا انرژی در حال جریان پیدا کردن هستن و رو به جلو رفتن هستن. پس بهترین کاری که توی چند هفته آینده انجام میدید، ایده های تازه‌تون رو میتونید بیان کنین. از اونایی که یاد گرفتید تو اون زمان که بهتون گفتم دارین یاد میگیرید، یاد گرفتید استفاده کنین تا چجوری ایده هاتون رو بیان کنین و باز هم یاد بگیرید که هر زمان که این مشکلات پیش میاد شما میتونید ازش استفاده کنین و دیدتون رو گسترش بدید تا زندگیتون رو بتونین به سوی نور پیش ببرید. خلاصه که مرکوری در کماندار به ما داره یادآوری میکنه که حقیقت همیشه ارزش جنگیدن رو داره، ارزش اینو داره که راجبش صحبت کنین و راجب این که چه چیزی واقعی هستش خودتون رو بیان کنین، حقیقت رو باز کنین، حتی اگه مسیرش پر از ماجرا باشه. شما الان به این دوره رسیدید، خیلی دوره قشنگیه، دارید ازش استفاده میکنید و اجازه ندید که چیزی از ذهنتون بیفته و یا یک چیزی خرابش کنه. دوستتون دارم و خدا نگهدار.